خیلی عجیب نیستش که بخوایم بگیم اگر جف بزوس نبود تجارت الکترونیک به جایی که الان هست واقعا نمیرسید. در حال حاضر دومین فرد ثروتمند جهان جف بزوس هستش که اسم خودش رو با غول تجاری آمازون در سال 1994 به دنیا معرفی کرد. همینطور آمازون امروزه به بخشی از زندگی میلیاردها انسان تبدیل شده که امروز اومدیم چند تا توصیه جف بزوس رو برای رشد کسب و کارها و رشد موفقیت بهتون بگیم. پس تا آخر ویدیو رو همراهمون باشید. قبل از شروع هم که مثل همیشه سابسکرایب و زنگوله رو یادتون نره و بریم سراغ ویدیو. اولین توصیه جف بزوس: روی ارزش‌های بلند مدت تمرکز کنید. در کنار هوش و تلاش جف بزوس، یکی از عوامل موفقیت آمیزش چشم‌انداز بلند مدتش بود. حتی قبل از آمازون هم اون میتونست آینده اینترنت رو تصور کنه. و به خاطر همینم برای راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی خیلی مصمم و جدی بود، چون متوجه شده بود اینترنت هر ماه با سرعت 2300% در حال رشد کردنه و این تمرکز بلند مدت باعث رشد بی‌نظیر آمازون شد. حتی جف بزوس توی یکی از مصاحبه‌هاش هم گفت شرکت‌های خیلی کمی هستند که مایل به سرمایه‌گذاری برای یک افق 7 ساله هستند و دقیقاً همین موضوع باعث تفاوتش شد. شماره 2: پشیمونی‌های خودتون رو به حداقل برسونید. جف بزوس زمانی که میخواست از شغل فعلیش استعفا بده و آمازون رو راه اندازی کنه، از چارچوب خودش که اسمش رو چارچوب کمینه سازی پشیمانی گذاشته بود استفاده کرد و همینطور اینو تصور میکرد که ممکنه توی سن 80 سالگی از ترک شغل فعلیش یا از دست دادن یک فرصت تجاری باور نکردنی پشیمون میشه. اون میگه که میدونستم اگر شکست بخورم پشیمون نمیشم و تنها چیزی که ممکنه به خاطرش پشیمون بشم تلاش نکردن هستش. اگر برای انجام چیزی دودل هستید، تصور کنید نتیجهش برای 5 سال، 10 سال، 30 یا حتی 50 سال آینده مهم هستش یا نه. در هر صورت بهتره گاهی اوقات پشیمونی‌های کوچیک رو بپذیرید تا از حسرت‌های بزرگتر جلوگیری کنید. شماره 3: آزمایش‌ها اختراعات رو پرورش میدن. آمازون اولین کسب و کار در سبک خودش بود و اینترنت هم یک پدیده جدید بود که اطلاعات خیلی کمی ازش وجود داشت. هیچ راهی برای جف بزوس و حتی دیگران نبود که بتونن موفقیتش رو پیش بینی کنن. اما چیزی که برای آمازون مفید بود و هنوزم هست اینه که اون به دنبال اختراع آینده بود و تنها با آزمایش امکان پذیر بود. جف بزوس میگه برای اختراع باید آزمایش کنید و اگر از قبل میدانید که کار میکند آزمایش نیست. و تو خیلی از سخنرانی‌هاش هم به این موضوع اشاره کرد که آزمایش کلید اختراع نوآوری و موفقیت یک تجارت در بلند مدت هستش. شماره 4: اطراف خودتون رو با آدم‌های مناسب احاطه کنید. چه کسب و کار باشه، چه زندگی شخصی، نوع افرادی که باشون وقت میگذرونین میتونه تاثیر زیادی روی نتایج شما داشته باشه و جف روی این مورد خیلی محتاطانه عمل میکرد. آمازون همینطور به داشتن یکی از دقیق ترین فرآیندهای استخدامی شناخته میشه، چون که جف همیشه مطمئن بود که افراد مناسب براش کار میکنن. اون میگه که همیشه مطمئن بشید افرادی رو استخدام میکنید که نه تنها میتونید اونا رو آموزش بدید، بلکه حتی مطمئن بشید اونها چیزهایی رو هم به شما آموزش میدن. افراد مناسب میتونن به شما در رسیدن رویاهاتون بیشتر از اونی که فکرشو میکنید بهتون کمک کنن. شماره 5: قانون 2 پیتزا. یکی دیگه از درس‌های کسب و کار جف بزوس قانون 2 پیتزا هستش. این قانون میگه که هیچ تیم داخلی نباید تعداد اعضای زیادی داشته باشه که نشه با 2 تا پیتزا به اونا غذا داد. گروه‌های بزرگ با جلسات نامناسب و با وقتگیری‌های الکی مواجه میشن که در نهایت باعث میشن خروجی‌های اون کسب و کار آسیب ببینه. تیم‌های کوچکتر با قدرت تصمیم گیری که دارن میتونن بسیار ارزشمندتر از تیم‌های بزرگتر باشن و کارهای بیشتری رو انجام بدن. قانون 2 پیتزا باعث میشه جلسات کارآمدتر بشن و ایده‌های همه مطرح بشه. همچنین باعث افزایش سرعت و کیفیت تصمیم گیری‌های سازمان میشه. شماره 6: شکست‌ها رو قبول کنید تا بتونید موفق بشید. جف بزوس در مورد آزمایش‌هایی که انجام میده همیشه میگه که خیلی از اونها شکست خواهند خورد و شکست بخش طبیعی از مسیر یک موفقیته و نکتهش هم دقیقاً همینجاست که زیاد روی شکست‌ها تمرکز نکنید و به تلاش برای چیزهای جدید ادامه بدید. آمازون هم از زمان آغازش شکست‌های خیلی سنگینی رو روی سهام‌هاش تجربه کرده. همینطور خیلی از سرمایه‌گذاری‌هایی هم که داشت به شدت شکست خوردن. جف بزوس میگه با رشد یک شرکت همه چیز نیاز به اندازه‌گیری داره، حتی اندازه آزمایش‌های شکست خورده. اگر اندازه شکست‌های شما در حال رشد نیست، به اندازه اختراع نمی‌کنید که حتی بتونه یک سوزن رو حرکت بده.
و جف بزوس تمام شکستاشو میپذیره و از آزمایش کردن یک ایده جدید نمیترسه و همین یکی از بزرگترین رازهای موفقیتش رو رقم میزنه. شماره 7، ذهنیت دانشجو داشته باشید. باهوشترین افراد دائم درک و تجربه خودشون رو بازبینی میکنن و در مورد یک مشکل که قبلا فکر میکردن حلش کردن تجدید نظر میکنن. اونا به روی دیدگاه‌های جدید اطلاعاتشون، ایده‌های جدید و چالش‌هاشون با طرز فکر باز عمل میکنن. اون معتقده رشد زمانی اتفاق میفته که شما برای ایده‌های آماده باشید که سیستم اعتقادی در حال حاضرتون رو رها کنید. مهم نیست چقدر از قبل میدونید. اگر شروع کنید به خودتون به چشم یک متخصص و نه یک دانش آموز نگاه کنید، فکر خودتون رو خیلی محدود کردید. شماره 8، در روز اول باقی بمونید. اولین روز مدرسه، اولین روز کار یا حتی اولین روز کسب و کار خودتون رو تصور کنید. معمولاً انقدر روز اول شور و اشتیاق داره که فعالیت اون رو تبدیل به پویاترین و کارآمدترین خودش میکنه. از طرفی هم جف بزوس همیشه از آمازون انتظار روز اول رو برای همیشه داره. اون میخواد کارمنداش روحیه یک استارتاپ رو داشته باشن و روی هر پروژه تمرکز بلند مدت داشته باشن. به گفته‌های خودش روز دوم راحتی و رضایت رو به ارمغان میاره و کسب و کار شما رو بی ربط میکنه. بنابراین اگر رشد همیشگی میخواید، سعی کنید توی روز اول باقی بمونید. و مورد آخر، هیچ ایده‌ای بیش از حد ظالمانه نیستش. همه ما رویا میبینیم اما اکثریت اون رو رها میکنیم. اما باید اینو بدونید که کسی مثل جف بزوس توی یک خانواده متواضع به دنیا اومد و زندگی خیلی معمولی داشت. اون میگه که به یاد آوردن برای شما بچه‌ها سخته، اما برای من مثل دیروز بود که خودم بسته ها رو تحویل اداره پست میدادم به امید روزی که بتونم یک لیفت تراک بخرم. اون حتی برای خیلی از شرکت‌های بزرگ کار کرد و به مقام‌های بالایی هم رسید. ولی ایده راه اندازی کسب و کار آنلاین اونو انقدر دیوونه کرده بود که باعث شد حرفه پردرآمد وال استریت رو ترک کنه تا آمازون رو از گاراژ خونه‌شون شروع کنه. و امروزه هممون می‌بینیم که قماری که کرد چجوری براش جواب داد. فراموش نکنید که ما هممون میتونیم از این درس‌های با ارزش استفاده کنیم تا روزی هم ما بازی خودمون رو انجام بدیم و بتونیم به مسیرهای موفقیت بزرگ برسیم. ممنونم که تا آخر ویدیو رو تماشا کردید. اگر خوشتون اومد لایک کنید، اگرم دوست داشتید حتما برای دوستانتون بفرستید. به امید پیروزی و موفقیت‌های بزرگ و تا ویدیوهای بعدی، بدرود.